ساعت 11:45 حدوداً 3 ساعت مانده تا آغاز رسمی حرکت مردم از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به سمت مسجد مقدس جمکران. اما همونطور که در تصاویر مشاهده میکنین مردم از ساعات آغازین امروز صبح حرکتشون رو شروع کردن و موکبا هم برقرارن. طبق اعلام مسئولین استانی حدوداً 4 میلیون زائر امشب و فردا در مراسم نیمه شعبان شرکت خواهند کرد. من تا تو رو نبینم ازت دست بر نمیدارم، ای مهربون تر از پدر و مادرم دوست دارم. من تا تو رو نبینم ازت دست بر نمیدارم،